از دستفروشی تبدیل شد به جذابترین کچل دنیا. به عنوان خوش تیپ ترین کچل دنیا انتخاب شده و به خاطر نقشای اکشنش تو فیلم‌هایی مثل سریع و خشن، مکانیک، زنبوردار و بی مصرف‌ها بین ایرانی‌ها معروف شد. اون کسی نیست جز جیسون استاتهام، پولسازترین بازیگر هالیوود و جهان، که یک دست و کت شلوار این بازیگر فقط $80,000 میارزه و یک خونه ساحلی لاکچری 270 متری توی مالیبوی کالیفرنیا داره. جالبه بدونی قبل از اینکه توی نقش شاه در سریع و خشن بازی کنه، عضو تیم شیرجه تیم ملی انگلستان بوده و اصالتاً هم انگلیس تباره. اون زمان یکی از بهترین ورزشکارای رشته شیرجه بوده و موفق شد نمره زیر 10 توی شیرجه زدن چند متری رو بگیره، ولی هیچ وقت نتونست به المپیک راه پیدا کنه. برای همین تمرکزش رو گذاشت روی بازیگری. تو دوران جوونیش هم کیک بوکسینگ و کاراته رو تمرین میکرد تا اینکه یک کارگردان جیسون رو موقع دست فروشی میبینه و ازش دعوت میکنه توی فیلمش بازی کنه. با اینکه در حال حاضر بازیگره، ولی بیشتر صحنه‌های بدلکاری رو خودش انجام میده، به طوری که بعضی از دوستاش میگن اگه بازیگر نمیشد قطعاً بدلکار حرفه‌ای میشد. اگه خوشت اومد، سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی.